سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ادامه بحث دنباله حسابی رو داریم. واسطه حسابی. برای اینکه 3 تا عدد x و y و z تشکیل یه دنباله حسابی بدن، باید اختلاف مشترکشون یکسان باشه. پس باید اختلاف مشترک رو چه از روی x و y به دست بیارم که میشه y منهای x، چه بگم z منهای y با هم مساوی باشن. خب از این رابطه بخوایم وای رو یه طرف تنها بذاریم، منفی وای بیارم این بر، منفی ایکس بیاد سمت راست تساوی. خب منفی وای بیاد این طرف، یه وای هم دارم میشه 2 وای. منفی ایکس بیاد این بر، مثبت ایکس، یه زدم که هست. پس 2 وای مساوی ایکس به اضافه زد میشه. پس اگر 3 تا عدد ایکس و وای و زد بخوان تشکیل دنباله حسابی بدن، باید این جمله وسطی 2 برابرش مساوی مجموع این 2 تا جمله کناریش بشه. پس جمله وسطی رو ضرب در 2 کنم برابر مجموع 2 جمله کناریش بشه. یا اینکه میتونیم بر 2 تقسیم کنیم، این میشه y، اینجا هم که x به اضافه z دوم. میتونیم اینجوری هم بگیم جمله وسطی اگر بشه مجموع 2 جمله کناریش تقسیم بر 2، باز این 3 تا جمله تشکیل دنباله حسابی میدن. مثلا گفته که 3 و x و 11 یه دنباله حسابی تشکیل میدن. حالا مقدار x رو پیدا کنید. خب مقدار x طبق این چیزی که گفتیم x باید بشه مجموع این 2 تا جمله تقسیم بر 2. خب میشه 14 تقسیم بر 2 که میشه 7. پس x باید 7 باشه. درج n واسطه حسابی. وقتیه که بین 2 تا عدد میخواید n تا عدد رو طوری قرار بدید که این اعداد همه با هم تشکیل یک دنباله حسابی بدن. خب مثلا همین سوال گفته بین اعداد 7 و 27 3 تا عدد رو طوری قرار بدید که این 5 عدد با هم تشکیل دنباله حسابی افزایشی بدن. خب دنباله حسابی افزایشی که میخوام یعنی جمله هام دارن بزرگتر میشن. پس این 7 میشه جمله اولم، 7 و 27 رو دارم، میخوام 3 تا عدد بین اینا قرار بدم. پس 3 تا جای خالی بین این 2 تا عدد میذارید. پس وقتی میگه 3 عدد رو طوری قرار بدید، ما 3 تا جای خالی میذاریم. حالا که گفته دنباله حسابی افزایشی باشه، پس ما جمله اول و اون عدد کوچیک‌تر انتخاب میکنیم. خب حالا جمله اولم پس آیه کم 7. جمله آخرم که اینجا میشه جمله چندم، جمله پنجم دیگه، 1 2 3 4 5. پس آیه 5م 27 هست. کافیه که من دی رو به دست بیارم که با توجه به مقدار دی دیگه میتونم این 3 تا جمله رو پیدا کنم. خب جمله عمومی دنباله حسابی هست آیه 1 به اضافه n منهای 1 در دی. خب پس جمله پنجم میشه آیه 1 هم که 7 به اضافه n هم که 5 منهای 1 4 دی. خب آیه 5 هم به هم داده مقدارش 27. پس به جای آیه 5 هم 27 میذارم. میخوام مقدار دی رو حساب کنم. خب 4 دی میشه 27 منهای 7 و از اینجا دی میشه 20 تقسیم بر 4 که میشه 5. پس مقدار دی به دست اومد. حالا که دی رو دارم به این جمله اولم که اضافه کنم جمله دوم به دست میاد. پس 7 رو به اضافه 5 میکنم 12 رو به اضافه 5 میکنم 17 رم باز به اضافه 5 22. پس اون 3 تا عدد 12 17 و 22 هستن. برای درج n واسطه حسابی بین 2 تا عدد علاوه بر اون روشی که گفتیم که اون مثال براتون حل کردم، اگر بخواید سریعتر به جواب برسید مخصوصا توی تستا،
از این نکته استفاده میکنیم که اگر بین دو تا عدد A و B بخوایم n تا عدد رو قرار بدیم، پس n تا عدد قرار بدیم که همه اینا با هم تشکیل دنباله حسابی بدن، برای اینکه d رو به دست بیاریم کافیه که این دو تا عدد رو از هم کم کنم. پس عدد آخر منهای عدد اول b منهای a به روی مثلا گفته n تا عدد بینشون قرار بدید، توی مخرج این n رو به اضافه 1 میکنیم. پس d میشه b منهای a به روی n به اضافه 1. مثلا گفته اگر بین 4 و 49 میخوایم 8 تا عدد به گونه‌ای قرار بدیم که تشکیل دنباله حسابی بدن. اختلاف مشترک دنباله رو خواسته و از همون خواسته که جمله های دنباله رو هم بنویسیم. پس میخوایم بین 4 و 49 8 عدد بنویسیم که با هم تشکیل دنباله حسابی بدن. میتونیم دی رو از این فرمول به دست بیاریم که خیلی راحت تر به جواب برسیم. پس دی میشه عدد آخر منهای عدد اول 49 منهای 4 به روی گفته 8 عدد میخوایم بینشون قرار بدیم، پس 8 رو به اضافه 1 میکنم تو مخرج که میشه 9. اینجا 49 منهای 4 45 که تقسیم کنید میشه 5. پس اختلاف مشترکمون شد 5. پس اون 8 عدد رو بخوام حساب کنم به اون عدد اول 5 رو که اضافه کنم جمله دوم به دست میاد. 4 و 5 میشه 9. 9 به اضافه 5 میکنم 14. هر دفعه دیگه به اضافه 5 میکنیم که جمله های بعدی به دست بیان. حالا جا نیست بقیه رو این بالا بنویسم. 39 بعدم باز 5 واحد اضافه کنم میشه 40. پس 8 تا عدد نوشتیم. پس اختلاف مشترک رو با این رابطه میتونید خیلی سریعتر به دست بیارید. یه دنباله حسابی بهمون داده، از همون خواسته ببینیم چند تا جمله داره این دنباله. خب تو این دنباله در واقع ما میخوایم پیدا کنیم ببینیم این 105 جمله چندم دنبالمونه. پس اینو بگیریم مثلا AN و N رو پیدا کنیم. خب چیزایی که از سوال دستگیرمون میشه یکی این که این جمله اول دنبالم که 1 هست، پس A1 1. اختلاف مشترک هم میتونم دو تا جمله پشت سر هم از هم کم کنم. 5 منهای 1 یا 9 منهای 5 هر دو تا میشه 4. پس A1 و D رو دارم. AN هم که 105 و من میخوام N رو حساب کنم. جمله عمومی دنباله حسابی AN هست A1 به اضافه N منهای 1 در D که جایگذاری کنم. به جای AN 105 رو میذارم. A1 هم که 1 N رو که ندارم همون خودش، D هم که 4 پس میشه 4 ضرب در N منهای 1. خب پس 105 مساوی 1 به اضافه 4 N منهای 4. خب منهای 4 و 1 که میشه منفی 3 از هم کم کنیم. منفی 3 هم بیاد این طرف میشه مثبت 3. پس میشه 105 به اضافه 3 که میشه 108. این طرف هم 4N مون دیگه. پس N میشه قسمت معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. 108 تقسیم بر 4 که میشه 27. پس این دنبال 27 جمله داره. علاوه بر این روشی که این n رو به دست آوردیم، یه روش دیگه هم هست که میتونیم تعداد جملات دنباله حسابی رو پیدا کنیم که خیلی کوتاه‌تر هست و میتونید سریعتر به جواب برسید. پس وقتی که چند تا جمله از دنباله حسابی رو دارید و مخصوصا جمله اول و آخرش رو دارید و میتونید اختلاف مشترک هم با توجه به اون جمله هایی که دارید به دست بیارید، تعداد جملات رو ازتون بخواد، میتونید به این روش هم از این روش هم کمک بگیرید. تعداد جملات که با n نشون میدم میشه اون جمله آخرم، جمله آخری منهای جمله اولی تقسیم بر اختلاف مشترک به اضافه 1.
اگه بخوایم همین سوال رو با توجه به این نکته حلش کنم، n میشه جمله آخریم که 105 منهای جمله اولیم که 1 هست تقسیم بر اختلاف مشترک که به دست آوردم 4 و به اضافه 1 هم داریم. خب 105 منهای 1 که میشه 104 104 رو تقسیم بر 4 کنید میشه 26 یه به اضافه 1 هم که داریم میشه 27. خیلی سریع تعداد جملات دنباله رو پیدا میکنید. برای پیدا کردن مجموع n جمله اول یه دنباله حسابی ما 2 تا روش داریم. روش اول وقتی ازش استفاده میکنم که جمله اول یعنی همون آ1 جمله آخر همون آن و تعداد جملات یعنی همون n رو داشته باشم. در این صورت از این فرمول استفاده میکنم. مجموع n جمله اول رو که با SN نشون میدم طبق این فرمول به دست میارم. تعداد جملات تقسیم بر 2 ضرب در مجموع جمله اول و آخر. پس یعنی آ1 به اضافه جمله آخر که آن هست. خب اگر جمله آخر رو نداشته باشم ولی به جاش اختلاف مشترک رو داشته باشم از روش دوم استفاده میکنم. پس روش دوم وقتی که جمله اول رو دارم یعنی همون آ1 اختلاف مشترک رو هم دارم تعداد جملات هم دارم. در این صورت از این فرمول استفاده میکنم برای SN. SN میشه n دوم در 2a به اضافه n منهای 1 در d. خب حالا از هر کدوم مثال بزنیم. مدت زمان مطالعه دانش آموزی در درس ریاضی بر حسب دقیقه به صورت این جملات دنبالمونه 10 15 20 25. مجموع مدت زمان مطالعه این دانش آموز رو در 16 روز اول پیدا کنید. پس در واقع S 16 رو از زمان میخواد. یعنی مجموع 16 جمله اول این دنباله رو از ما میخواد. خب ما جمله 16 هم رو نداریم. پس از اون روش اول نمیتونیم استفاده کنیم. پس از روش دوم استفاده میکنیم. چیزایی که داریم جمله اولمونه آ1 هم 10 دی هم که میشه 15 منهای 10 میشه 5. S 16 رو از من خواسته پس n هم 16. فرمول دوممون به این صورت بود که SN مساوی n دوم در 2 تا آ1 به اضافه n منهای 1 در d. خب پس S 16 رو میخوام به جای n هم 16 میذارم 2 تا آ1 که آ1 هم 10 پس میشه 2 ضرب در 10 به اضافه n منهای 1 n هم 16 16 منهای 1 که میشه 15 ضرب در d که d هم 5. خب پس S 16 میشه 16 تقسیم بر 2 8 2 ضرب در 10 هم که میشه 20 اینم که 75 جمع این عبارت پس میشه 75 و 20 میشه 95 اینم که شد 8 پس میشه 8 ضرب در 95 که میشه 760. مجموع 10 جمله اول این دنباله حسابی رو از ما میخواد. خب جمله اول رو که دارم اختلاف مشترکم هم که میشه 5 منهای 1 4. مجموع 10 جمله رو هم خواسته پس S 10 رو ازم میخواد یعنی n هم چنده 10. خب میتونیم از فرمول دوم خیلی راحت محاسبش کنیم. فرمول دوم چی بود؟ SN میشد n دوم در 2 تا آ1 به اضافه n منهای 1 در d. خب تو این فرمول که جایگذاری کنیم به دست میاد. ولی قبل از این که جایگذاری کنم یه اشتباهی که ممکنه اکثر دانش آموزا دچارش بشن رو بگم. نگاه کنید ممکنه که یه دانش آموزی هم لحظه اول که این دنباله رو ببینه بگه خب جمله اول رو دارم جمله آخرم که دارم پس از اون فرمول اولیه بره همون که SN میشد n دوم در
آ1 به اضافه آn. بگی خب این 105 جمله آخرمه، جمله اولم هم که یکه. ولی در صورتی که نگاه کنید وقتی میگه مجموع 10 جمله اول جمله آخر یعنی جمله دهم، آیا 105 مطمئنم که جمله دهمم هست؟ پس اول باید طبق اون نکته‌ای که داشتیم تعداد جمله های این دنباله رو پیدا کنم، ببینم 105 آیا جمله دهممه یا یه شماره دیگه از جمله هامه. اگر جمله دهمم بود آره میتونم از این فرمول هم استفاده کنم. ولی اینو توی مثاله قبلی حل کردیم. تعداد جمله های این دنباله میشد جمله آخر منهای جمله اول 105 منهای 1 تقسیم بر اختلاف مشترک که 4 بود به اضافه 1. خب شد 104 تقسیم بر 4 شد 26 و 1 27. پس در واقع 105 جمله 27مه، جمله دهمم نیست. وقتی میگه مجموع 10 جمله اول این جمله آخریم یعنی باید جمله دهمم باشه که اینجا جمله دهمو پس من ندارم. پس اینو از این فرمول نمیتونید حسابش کنید. ولی از این فرمول خیلی راحت از این فرموله میتونید، چون جمله اول رو دارید، اختلاف مشترک رو دارید، انم دارید، حساب کنید. پس حواستون باشه اگر یه جمله‌ای بهتون داده بود این آخر، نگید فوری بگید این جمله آخرمه. نگاه کنید ببینید که آیا این وقت میگه 10 جمله آیا این جمله دهمم هست یا نه. اگر دیدید جمله دهمتون بود آره میتونید بگید پس این جمله آخرمه. خب به هر حال حالا ما از این فرمول که بخوایم استفاده کنیم پس اس 10 میشه، به جای این که 10 میذارم 2 تا آ1 هم که 1 پس میشه 2 تا 2 ضرب در 1 به اضافه 10 انم پس 10 منهای 1 میشه 9 ضرب در اختلاف مشترک هم که 4 هست. خب 9 ضرب در 4 36 به اضافه این 2 بشه 38. اینم 10 تقسیم 2 که میشه 5 پس میشه 5 ضرب در 38 که میشه 100.